امامعلی جان خورشید فرزند 16 ساله سوریا قاسیمова سراینده مشهور تاجیک شب 17 اپریل فوتید. او نیم سال به گفته نزدیکانش از سرطان خونج رنج میکشید. روزهای نزدیک باید برای طبابت به خارج کشور برده میشد. شب 17 به 18 اپریل دردش یک بار خروج کرده در پژوهشگاه گاستروانترولوژی شهر دوشنبه درگذشته است. همان شب جسد او را به شهر کولاب آوردند. صبح 18 اپریل 10 نفر برای ابراز همدردی در منزل سوریا قاسم در شهر کولاب جمع آمدند. در میان آنها نمایندگان مقامات، آوازخوانها و خبرنگاران هم بودند. امامعلی جان خورشید سال 2001 به دنیا آمده پسر یگانه سوریا قاسیمova بود. فرزانه و امامعلی جان خورشید از ازدواج این آوازخوان با خورشید ربیوف به دنیا آمدند که او سال 2013 درگذشته بود. سوریا قاسیمova با مناسبت امضای سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین تاجیکستان اسم پسرش را امامعلی گذاشت. مراسم نماز جنازه امامعلی جان خورشید روز 18 اپریل در مسجد هلال احمر معروف به نام مسجد حاجی میرزا برگزار گردید.